ایرو کنفرانسا یک هلوستیا پیک هاتین باکو رجلات سوریه لباجار حسکی هات لدارخستن تید زیده 500 کس جه سیاست مدار روشنبیر هر وکی گلک کسایت و نونرین پیک هاتا و ریخستنان سروک و شیخین عشیریان بشداری کنفرانس بون ده کنفرانس ده هر سروک دائره تکلین در و یاری و بریا خسر رزدار الهام احمد پیشی آخافتنا کنفرانس کر بالکشاند لسر پیشاروجا سوریای و جنوب آواکرناوی دنابا آخافتنا خود دیار کر کو پشتی سالین دریج جه دستلاداری و انکاری و او کنفرانس ببا گاوک بر بسوریا نووا ایرو کنفرانسا یکلوستیا پیکاتین باکو رجلات سوریه لناوندا چان هنریال تاغا غویران یا حسکی هاته دارخستن. زیدهی 500 سیاستمدار روشنبیر شیخین عشیرین عرب و کرد، نونرین سوریان آسور، کلدان، ارمن، ترکمن، چرکس، هفسروکین ریوبریا خوسر، نونرین قصده مسده، پارتیین سیاسی و ریخسنین جنان، یکیتیا سوریان، تفدم و انکسی بشتاری کنفرانسی بون. هفسروکا دایره تکیلین در و ریوبریا خوسر الهام احمد آخافتنا دسپیکیا کنفرانسی کرد. الهام احمد دیار کرد که کنفرانس ده پیواجوه که گرینگ آدیروکا سوری ده تیل دارخستن و دا زانین برپرسیاریا سیاسی و اخلاقی الهمبری ولاد جهر کسی تیخوستن. الهام احمد دست نشان کرد که کنفرانس ifade زنده اراده گلین هرمی و گوت دوی به هفرال همبری شرط برخواه بدن و بریخستن بونه لبر پاشگو کرنی رابن و مدل که دموکراتیک آل سر بینگه عدالت جواکی آوا بکن. هر وها دیار کرد که پیکاتین باکو رجلات سوریه به کرد، عرب، سوریان، آسور، ارمن، ترکمن نشاندان که پرنگی نگفه لی چاپکانیا هزیه اوها دوام کرد. پیکاتین هرمی اثبات کردن که پاراسته نج دربتی، بیراده هفبش آج بو آواکنا آشتی و عدالت که ماینده پیکتی. بردوام حشمندیا یکالیا ریوبرنی و آلوزیان کرتر بکه. هفسروکا دایره تکیلین در و یا ریوبره خوسر الهام احمد پیک آنا کنفرانسی وکه سرکفتنک سیاسی بناف کر و دا زانین آرمانجا کنفرانسی دیارکنا پیشروجا سوریا نو یا سر بینگه ها نونرتیا وکف پرنگی نناوندی بون و دموکراسیه. الهام احمد گوت بشتاریا نونرین هریم یال کنفرانسی جوهری پیواجوه سیاسی و دستوریه. بین آسکرنا مافین همو پیکاتین و بشتاری آوان سوریا نو آوان آبه. پشتی سالین دریج دستلاتاری و اینکاری اف کنفرانس وی به گاوکه بر به سوریه نوبه.